بیا خونمو بخور جون بگیری. از قدیم گفتن کسی که گلو میخواد خارش هم باید بخواد. با کی حرف میزنی مامان؟ دارم با گل حرف میزنم. خارش رفت تو دستم. اگه خارش تو دست من میرفت سر اون گلو میبریدم. خیلی درد داره. اینجوری نگو پسرم. یه خار گل که این حرفا رو نداره خوب میشه. تو کی اومدی خونه من نفهمیدم؟ همین الان. تو هم امروز از سر کار زود اومدی؟ آره امروز مادام کارمو زود تموم کرد. پرستارش اومد گفت تو برو. آخ جون بابام خونه؟ نه صبح که رفت هنوز بر نگشته. گفت برامون یه سورپرایز داره. ولی آخ جون نکنه میخواد یه تلویزیون بزرگ بخره. جونم شاید. من میرم فوتبال بازی کنم. حالیت پسرم لباستو عوض کن. بعد غذا هم که نخوردی. این دیگه کیه داره بوق میزنه؟ مگه عروس داره میره تو محله؟ درسون نوکری خونه مردم رو کنار گذاشته و رفته وانت گرفته داره باهاش کار میکنه. این دیگه چی؟ چش نخوره ایشالله. این وانت در خوشبختی و ایشالله برامون باز کنه. خدا رحمتت کنه بابا جان. خدا رحمتت کنه. بگی برای کنم بابا جمع کن وایسا. بابا وایسا. مامان بیا اینا رو درست کن. برو کنار. الان درسون میاد. میخوام غذا آماده باشه. الان به فکر غذا افتادی؟ چی کار کنم مامان؟ سر کار بودم. حیاطو شستم. الانم لباسا رو باید پهن چی کنم. میگه سر کار بودم؟ انگار چه شغل شریفی داره. تمیز کردن زیر پای اون که نشد شغل آخه. خب خرج شکممونه که در میاریم. آره خرج شکمتو در میاری. روز به روزم اشتهات زیاد میشه. یکم کمتر بخور. مگه نمیگم برو کنار جلوی اون ساب مرده رو نگیر. وای چه خبره؟ این وانتی هست. درسون؟ چی میگی دختر؟ کدوم وانه؟ پسر گلم. چطوره این؟ قشنگه مگه نه؟ خیلی قشنگه. ولی چی شد یهویی؟ خسته شدم انقدر دنبال کار رفتم. دیگه وقتشه نون بازیمو بخورم. بابا واقعا مال خودمونه؟ آره پسرم مال خودمونه. خیلی سرعتش زیاده ها؟ ایشالله از قضا و بلا دور باشه. شکون زبون به دهن بگیر. هنوز نیومده سخصی بازی در میاری؟ مامان جان خدا نکنه. من فقط میخواستم. درسون میگم نکنه ای با ایرادی داشته باشه. خیلی داغون. ای بابا مامان این چه حرفیه میزنی؟ استغفرالله. بیا ببین همینجوری گرفتمش. مثل مغازه است. توش همه چی هست. جوراب، شلوار، پیژامه، کفش، هر چی بخوای هست. هر چی بخوای پیدا میشه. همچینم توفه نیست. این نایلونه. دوبار که بشوری لب و لوچش آویزون. وا اصلا هم اینجوری نیست. مثل جنسای بازاره. چطور اونا فروخته میشه اینا هم فروخته میشه. ایشالله هجران جون ایشالله فروخته میشه. خیلی خوب دیگه. زن و شوهری سوارشین و حالشو ببرین. بی خیال درسون بی خیال. نیت بدی که نداره. اخلاقشه. اونم گناهی نداره. نگرانه ببین دیگه. آدمو میرسونه به اینجاش. شیطونه میگه ببرمش. این چه حرفیه؟ اون مادرته. از گوشت و خونته. خدا رو شکر مثل من تو این دنیا تنها نموندی. تو دیگه چجور آدمی هستی هجران؟ چجور آدمی؟ اگه دوتا بال زیر بغل درمان پریدی تعجب نکن. زهر ترکم کردی حالیت.
چشم نخوره ایشالا. مبارک باشه. سلامت باشی. سلام داداشی. سلام فسخلی. پسرم مگه نگفته بودم این موتور رو یکم آروم تر برو؟ بابا وانت خریدی؟ مبارکه. آره پسرم، خدا رو شکر گرفتم. ولی به نظرم سرمایه گذاری جالبی نبوده. کلان چندر از پول پس انداز کرده بودی که ظاهرا اونم ریختی دور. چی کار کنم پسرم؟ تا این حد توانشو داشتم. ایشالله شما بهتر از ایناشو میخرید. تارک جان بیا پسرم این جنسا رو خالی کنیم. بیا فردا برمیگردونیمشون. یه وقت شب نزننشون خدایی نکرد. باشه شما شروع کنین، من لباسامو عوض کنم زود بیام. میبینی پسرتو؟ به دل نگیر، جوونن دیگه. جوون کدومه؟ دیگه مردی شده واسه خودش. اون وقت هنوز بیکاره. از صبح تا شب سرگردون کوچه ها قدم میزنه. مجده مبارک باشه. چی؟ آبجی برو کنار لهت میکنم ها. این از کجا اومده؟ باباتون آوردتش. چرا؟ اسباب کشی میکنی؟ واسه اسباب کشی نیست دخترم، باهاش جنس میفروشی. کارمون رو راه میندازه دیگه. خوبه واسه اینکه پول جمع دست و کنیم. بعد بالمون باز خوبه. میشه. اگه میخواین با این نجات پیدا کنین پس مبارکتون باشه. این بچه هم دیگه ما رو نمیپسند. به دل نگیر، دارن بزرگ میشن دیگه. باید از ما خوششون نیاد که بتونن پیشرفت کنن. فالت در نمیاد. نه بابا. داداشمو که میشناسی، گیر داده میخوام کار خودم رو شروع کنم. میگم بیا با هم کار کنیم، میگه نه. پول از کجا آورده؟ پرستاری یه مریضی بود. وقتی از کارش جدا شده این پولو دادن دستش. میگم این پولو بده به من، نمیده. اگه بده از پرستاری یهو ترفیع میکنه به ریاست، اما عقل نداره. دیوونه است دیگه. تو که سرت نمیشه هارون خان. تو پولو یه ثانیه نیستش میکنی. حالا فالت در نیامد سر ما خالی میکنی؟ ای بابا، حالا انگار خودشو با آب زمزم شستن. من کتکامو خوردم. خیلی خواهرم و درسون خانه از خودم رنجوندم. ببین الانم تک و تنها و بی کس اینجا. اونم همین روزا حل میشه. با هر دوشونم آشتید میدم. خب از این حرفا خیلی شنیدم هارون خان، خیلی. دستم میخورم این دفعه جدیم. زنداداشمو میکشم یه گوشه بهش میگم خواهرت خیلی تو خدا پشیمونه. راست میگی؟ آخه مگه مریضم میخوام دروغ بگم؟ من بیشتر از خودت از این بابت ناراحتم. ولی قبلش باید واسه این کپونه پول بریزیم. دوای هر دردی پوله. اصلا میذارم رو میز پولو و میگم ورداری تمومش کنید این مخمسه رو. بابا خستم کردیده. کاشکی. ولی اول باید پول کپونا رو بریزیم. اگه داری یه 2-3 تا کروش بده. خوب یعنی هارون. بابا من دارم به خاطر تو این کارا رو میکنم. آخه این چه رفتاریه با من داری؟ باشه بابا باشه، میدم بهت. بگیر اینو. میگم اگه داری یه ذره بیشتر بده پول 2 تا کپونو بریزیم. اینجوری شانسمون هم بیشتره. مامانی چیه؟ پیرنه یا پیسبند؟ دست ازم بچه. بادا برو سر درس و مشقت. من مشقامو نوشتم، دارم به بابام کمک میکنم. آفرین پسر گلم، بشین اینجا کمکم کن. اینو نگاز کن مامان بزرگ. این عین اون شلوارایی میمونه که روی تنا پهن میکنی. اگه پدر سوخته.
خسته نباشی زنده داشت. بده ببوسم اون دستو بده. چرا از در حیات میای هارون خان؟ خب از در خونه بیا تو. داری راه و نشون دزدا میدی. دزدا که خودشون راه بلدن زنده داشت، ولی خونه شما نمیان. وا داری دنبال چی میگردی اون تو؟ میگم اون ظرف سفالیت کجا زنده داشت؟ راستش اوضاع مالی یه نمه خرابه. اینهاش. بدش من ببینم این پولا رو. اینا واسه خوشگذرونی تو نیست، واسه روز مبادا گذاشتم کنار. لاشم اگه به خاطر خودم بخوامش. بیا. نکنه وجدان به پول احتیاج داره. میدونی که من اصلا در این مورد دروغ نمیگم. دست و بالش تنگه. یه جورایی. تو داداشم که بهش محل نمیدین، ولی من هیچی ازش دریغ نکردم. بالاخره منم داداش کوچیکشم دیگه. بگیر. بهش نگو من اینا رو دادم. البته که نمیگم زنده داشت. اجرا اجرا تو کی اومدی؟ اجرا داداش بالاخره پولتو گرفتی دیگه. چه خبر اینجا؟ هیچی. دارم با حرف میزنم کار خر. چرا زنمو ناراحت کردی؟ آخه من اهل این کارم. من عمرن ناراحتش کنم. زنده داشت تاج سرمونه. خب اونم مشکلات خصوصی خودشو داره دیگه. آدم که نمیتونه از خواهرش دل بکنه. ببین بین خودمون باشه، ولی یواشکی اومده از من سراغ وجدانه. اسمشو نیار. 100 بار بهت گفتم اسم اون زنی که رو نیار. نکنه باش در ارتباطی؟ نه داداش چه ربطی داره آخه منو چه به اون زنی که؟ ای بابا توی ریگی به کفشت هست. همچین هر روز مجبورم میکنی لباس برات اتو کنم، ما انگار با اینه تو قهوه خونه رات نمیدن. زیادی حرف نزن. تو که نمیفهمی. تو زندگیم شیک بودن حرف اوله میزنه. نه بابا، هر روز تو کوچه ها ول میگردی، حالا میخوای پیش بچه محلا کم نیاری؟ به به، میبینم که بازم گوشیتو عوض کردی. خدا میدونه پولش رو از کجا آوردی. زود باش وراجی نکن. این مامان بزرگاست. مخم اتو نکن. بگیر این پیرن اتو کن. خودت اتوش کن. انگار آقا مدیر کل شرکتم. هی صبر کن ببینم. یکم مؤدب باش، انگاری داداشتم. زود باش بگیرش اتوش کن. زود باش ببینم. به زودی از دست همتون خلاص میشم. پسرم اینا رو بگی بزنشون. چشم. آفرین. باریکلا پسر گلم. آفرین. بدو زود باش برو کیفتو بردار بیار مدرسه دیر میشه ها. تارک پسرم کجا میری؟ دوستا منتظرم. پسرم چی میشه یه روز نری قهوه خونه؟ بابا تو اولین روز کاریش دست تنها نذار، کمکش کن. من کمک احتیاج ندارم. ایول بابا دمت گرم. تنهایی از اوتش برمیاد. میبینمتون. خدافظ. تارک چی میشه حالا وردستش باشی؟ دست تنها نذار بابا، تو با هم دوتایی کار میکنین خوبه دیگه. باشه پسرم. نه مامان من نمیتونم خودمو با این چیزا درگیر کنم. با فروختن شورت و جوراب و اینجور چیزا چه پولی میخواد در بیاره؟ تازه مگه وقتی میخواست وانت بگیره نظر من پرسی؟ نزن پسرم، از قدیم گفتن قدر کم و ندونی اونم از دستت میره. چی میشه بری به بابات کمک کنی؟ والا اگه من سر کار نمیرفتم کمکش میکردم. بیا دیگه بیا. باشه خیلی خوب میرم چشم، ولی فقط یه امروزه. باشه بیا برو. بابا منم میام. خیلی خوب از همه سوار شیم با هم بریم. آخ جون.
بذار کارمون بگیره. بهت قول میدم دیگه نمیذارم بری زیر اون زنه رو تمیز کنی. عزیزم ولی من از این کاری که میکنم ناراحت نمیشم. من مادامو دوست دارم. بی خیال بابا، داری خودتو هلاک میکنی. دوران نوکری واسه این اون دیگه تموم شد. من از این کار خلاص شدم. حالا نوبت توه. بابا میشه یه تلویزیون گندم واسه خونمون بگیری؟ مرد عنکبوتی خیلی بزرگ نشون میده. اولش باید وسایل مورد نیاز مدرسه رو بگیرم، بعدش میریم سراغ پشه و سوسک و عنکبوت. خیلی خوب رسیدیم مدرسه. بابا من میخوام یکم دیگه هم بشینم. چرا پسرم؟ میخوام به بچه ها پوز بدم. بیا برو مدرسه، برو با نمره هات پوز بده. درسون این در چرا وا نمیشه؟ بکش بعد حالش بده. خب حالش میدم اما وا نمیشه، گیر کرده مثل اینکه. زود باش بابا، در رو وا کن، آبروم پیش بچه ها رفت. بیا بریم. چیه؟ چرا نگاه میکنی؟ در ما رمزیه، تا رمزشو نزنی وا نمیشه. پسر گلم قربونت برم. بینه بگیره برو. خداحافظ. میگم بچه ها یه روز خوش ندیدن. از یه طرف فقر، از یه طرف نداری. ببین همینجوری پیش بریم از کار زندگی میافتم. برو زودتر فروشتو شروع کن. منم برم پیش مادام تا دیر نشده. همیشه دعا میکنم، همیشه. برو به سلامت. پسر گل خودمه. ببینم چی کار میکنی ها. به سلامت. ای خدا کمکشون. پیجامه، دمپایی، کفش بچه گونه. کسی اصلا نگامون نمیکنه نه؟ نه. خب دیگه صدام بلنده دیگه. بلند؟ بابا تو به این میگی بلند؟ من اینجا به زور میشنوم. بدش ببینم اینجوری نمیشه کار کرد. باید چیزی که میفروشی خوب تبلیغ کن. مهمتر از همه جلب توجه. یه نگاه به من بنداز. توجه از هولیا افشار گرفته تا سیبل جان، همه ی لباسایی که مشهورا میپوشن، لباس راحتی، دمپایی های لانگشتی، همشون اینجاست. بفرمایین بیاین اینجا. چرا راه دور میرین؟ بفرمایین شما هم بیاین اینجا. نو عروسا، عروس خانوما، ست رو تختی های شیک، پتو، همه چی اینجاست. آوردیم دم خونتون، دیگه نیازی نیست دنبالش بگردی. وای 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 پسرمو چه کارایی بلده ما نمیدونستیم. دمپایی لا انگشتی بفرمایید. مادرها، عروس خانوما، بدوین بیاین. آتیش زدم به مالم به خاطر عیالم. هر کی ببینه برده. بدوین زود باشین. دمپایی لا انگشتی، دمپایی توالت، همه چی داریم. لباس خواب توری هم داری؟ چرا ندارم؟ رنگ صورتی چطور؟ همه مدلش هست. حوله توری هم دارم. بده ببینم. ببخشید این چنده؟ میتونم اون یکی هم ببینم؟ خانم برو کنار منم ببینمش. چندی هاره داریم؟ خیلی خوشگله. چطوره؟ میتونم اون یکی رو من ببینم؟ اومدم. دیر کردم. فاتش خانم رفته؟ بودا دخترم ریخ، نمیتونم نگه دارم. بیا الان میبرمت. اصلا نگران نباش. یواش. اگه تو نبودی من چی کار میکردم؟ قربونت برم. قربونت برم.
چطور شده مامان؟ نمیدونم، دکولتش زیادی باز نیست. جاهید گفته بود میتونه یکم باز باشه. مگه نه جاهید؟ هر جوری که سلیقه خودته. مجده جون خیلی خوشگل شده مگه نه؟ من جلو در وامیستم. چی شد؟ انگار ناراحت شد. ببین میتونی یه کمی رو بکشی بالا؟ آره. خیلی خوب باشه. مجده دخترم برو سوزنا رو بیار. باشه عزیزم، تا تو لباستو در بیاری یه نوشیدنی بگم بیاره. قربونت برم عزیزم، یه قهوه‌ام واسه من بیار که فالمو ببینیم. مراد 2 تا چای یه قهوه بیار. کی میخوایم فرار کنیم جاهید؟ بعد از عروسیت با صفیه؟ عزیزم چرا درک کم نمی کنی؟ باباش گفته اگه باش ازدواج نکنی مغازه رو به نامم نمیکنه. ببین هر وقت مغازه به نامم بشه به صفیه میگم خداحافظ. نامزدی و اینام برام مهم نیست به خدا. نامزدی کدومه؟ چی داری میگی؟ دختر لباس رو سنش کرده. چی میگی تو؟ عزیزم همه چی رو درست کردم. فردا میریم، قول میدم. اینقدر دروغ نباف. معطلم نکن. من دیگه تحمل اون خونه رو ندارم. قسم میخورم. تو فقط منتظر خبرم باشه. باشه. کی زنگ میزنی؟ چه ساعتی؟ بهم بگو که حداقل منتظر باشم. گوشی جدید تو ببینی میفهمی. وای باورم نمیشه. از همون گوشی هست. وقتی از جلو مغازه رد میشدی دیدم چطوری نگاه میکردی. وای عزیزم از کجا فهمیدی؟ من معنی هر کدوم از خندهاتو تو چشات میبینم. وای 3 گیگابایت حافظه داره. منوش چقدر خوشگله. خب بیا اولین عکس 2 تایی با هم دیگه بگیریم. خب من یه سر باید برم تو باشه. دستگاه سرمو برد. دخترم خاموشش کن. هجران خاموشش یکم صبر کن مادام، تموم شد دیگه. اگه خوش نکنم بعدن مریض میشی یا. صبر کن هجران، صبر کن. ایشالله زودتر از این دنیا برم تو هم از دست من خلاص شی. چرا این حرفو میزنی مادام؟ تو رو خدا این همه وقت بهت خدمت میکنم تا حالا دیدی اعتراضی بکنم؟ خوشت میاد زیرمو تمیز کنی؟ آره. این چه حرفیه میزنی؟ شما هیچ فرقی با مادرم نداری. اگه مادر خودم هم نیاز داشت این کارو نمیکردم. از مادرم هیچ یادم نیست. یه خواهرم دارم مثلا که با اونم سال هاست. بازم شروع کرد آه و ناله کردن. راستی اون پسر کوچیکت چی کار میکنه؟ دندونای شیریش افتادن. بعضیش لخ شده مادام خانم. خیلی به دندوناش میرسه. روزی 3 بار مسواک میزنه. میگه میخوام دندون پزشک بشم. این که خیلی خوبه. درسشو بخونه به آرزوش برسه. هر کاری از دستمون بر بیاد میکنی. ولی زندگی خیلی سخته مادام. ببینیم قسمت چی میشه. اما غصه رو ولش کن. با گریه و زاری به جایی نمیرسی. تو خیلی زحمت کشی. کی از فرداش خبر داره؟ لاک بزن لاک. امروز یه رنگ شاد بزنیم. نظرت چیه؟ اینو بزنی؟ آره بزنی. از هولیا افشار گرفته تا سیبل جان همه یه لباسای مشهورا اینجاست. بفرمایین خانم، بفرمایین از ایشون بگیرین. برین. اجناس عالی با قیمت مناسب. بدوین. خسته نباشی بابا. خانوما بفرمایین، جنس آوردیم دم خونتون. بدوین. از شما در نکنید. ای بابا، نکنه این ماشین آبروغن قاطی کرده. چه شدی؟ تازه میخواستیم بیافتیم رو غلطک ها. میبینی بابا؟ وایسا حالا یه بار دیگه امتحان کنه. ای بابا بخشکی شانت. بعد حالش بدیم. بپر عجب گیری کردیم. بادو پسرم بادو. حال بده.
حال بده دیگه، مگه چای نخوردی؟ خیلی چاکریم. بابا کجا میری وایسا؟ تفیک این ترانه رو خیلی دوست داشت. یادش بخیر. آخ تفیک آخ، خیلی دوستم داشت. منو تاج سرش میدونست، ولی من قدرش رو ندونستم. اینقدر خودتو سرزنش نکن مادر. فکر میکنی دروغ میگم؟ وقتی خانوادش با ازدواجمون مخالفت کردن، از زندگیم پاکش کرد. این چیزا اقتضای جوونی. نگو خیال میکردم پاکش کردم، در حالی که سالهاست به فکرش. تفیک، اگه دنبالش رفته بودم امروز انقدر تنها نبودم. از من به تو نصیحت، همیشه با خانوادت مهربون باش، ببخش و الا مثل من تنها میشه. بهتره شروع کنم. خانوما، دخترا، خانم خوشگلا، بفرمایین. چه شد باز؟ بازم این فرغونه از کار افتاد؟ چیزه، ببخشید مشتریای عزیز، ببخشید. حتما ایراد از بنزینشه. گاز که زیاد دادم درست شد. باز چی شد؟ نمیدونم. چه مرگشه؟ چی شده؟ داره دود میاد از موتور. درک موتور آتیش گرفته. کمک کن، ماشین داره میسوزه. درک بادو بیا کمک کن. بیا نمیشه. بیا دیگه داره میسوزه. نمیتونم بیا. زندگیم داره میسوزه. درک بیا. بابا خدا چیکار کنم؟ بابا درک بیا. نمیتونم. بیا داره میسوزه. زندگیمون سوخت. بیاین کمک. آی مردم بیاین کمک کنین. بیاین کمک. لعنتی. حالت خوبه؟ خوبم بابا، چیزی نیست، ولش کن دیگه. جنسمون داره میسوزه. خدا لعنتش کنه، جنسم سوخت. وای خدا، اینجا رو نگاه. بابا ولش کن، بیا این بر. بی خیال بابا، بیا کنار. بیا کنار بابا. بابا بیا این بر. ولش کن میگم، ولش کن. بابا بیا این بر دیگه.
شنیدی گفتم. آخ اون همه پول و پل سوخت. ای خدا، خدای شکرت که بچم سالمه. آخه پسر تو کجا، تجارت کجا؟ نگفتم نرو سراغ این کارا. تو رو به این کارا چه؟ حرف ننه تو که گوش نمیدی. آخ نمیدونم به کی رفتی. نه به من رفتی نه به اون بابای پدر سوختت. ای خدا، ای خدا، ای خدا، حالا چی بریزیم تو این ساب مرده؟ چجوری این شکم رو سیر کنیم؟ الهی ذلیل بمیری پسر. بس کن. الهی که ذلیل بمیری. ساکت باش. مگه من خواستم اینجوری باشه؟ چی کار کنم؟ خودکشی کنم؟ برو بابا. ای خدا، ای خدا، آخه به درگاه چیکار کردیم که اینجوری کردی با ما؟ ای خدا، ای خدا. یه کاریش میکنی. خدا یه در رو میبنده یه در دیگر رو وا میکنی. با مادام حرف میزنم، 2-3 روز ازش مرخصی میگیرم. پرستارش هم که هست کنارش. میمونم اینجا با هم دیگه یه فکری به حال خودمون میکنیم. آی الکی دلداری نده. خاک بر سرت کنن، خاک بر سرت. آخ 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 آخ، کت نازنینو ببین، اینم سوزوندی. الهی ذلیل چی میخوای بپوشی؟ کوفت زهرمار میپوشم، نشد کفن میپوشم. میخوای منو دیوونه کنی؟ میخوای زنده و گورم کنی؟ عجب آدمی هستی. استغفر الله. آخ آخ آخ. بابا چی شده؟ چرا اینجا نشستی؟ هیچی، همینجوری نشستم، فکرم مشغوله. ای بابا بی خیال، فکرشو نکن، دنیا 2 روزه. کاش 2 روز بود. اوی چی شده بابا؟ هیچی نشده. تو دنبال دیمبال تو گوش بده. تا که پولتو تو اون مغازه پارو میکنی. آره والا راست میگی. این شغل اینقدر خوبه که هر روز 1000 تا شاگرد خیاطی میلیونر میشن. پولدار شدن شرطه زندگی خوبه دخترم. یه شرط کوچولوه مامان. بدبختیمونه که میبینی نه چیزی میخریم نه کاری میتونیم بکنیم. لباس عروسی هم که آرزوت خودت بپوشی مردم میپوشن. اینجوری نگو دخترم. یه زندگی آروم بخوا. مثبت فکر کن تا دخترتم اینا خودته. زبونش 1 متره. 1 کلمه حرف میزنی سر تا پایین میشورتت. درسونم به باباش رفته. اون خدا نیامرز از خودش یه ساعت جیبی گذاشت. بابای شما هم یه وانت سوخته. سلام دورسون خان. آقا رضا خوش اومدی. بفرمایین تو اگه هم برای اجاره اومدی. ای بابا اجاره رو نمیخوام. نمیخوای؟ نه خواستم بگم بلا به دور. خبر بدو شنیدم، گفتم یه سینی برک براتون بیارم. دست درد نکنه، زحمت کشیدی، ممنونم. میشه من اجاره خونه رو ماه بعد برات جور کنم؟ دورسون خان گفتم که برای اجاره نیومدم، یه کار دیگه ای باهات دارم. خیر ایشالله داداش. این خونه رو گذاشتم بفروشم. چی؟ متوجه نمیشم. یه مشتری خوب پیدا شده، میخواد اینجا هتل بسازه. همه یه خونه های محله رو دونه دونه داره میخره. داداش من شرمندتم، ولی آخه ما چیکار کنیم؟ یعنی زن و بچم چی میشن؟ شما خبر ندادی؟ اطلاع ندادی؟ من چیکار کنم؟ خونه جدید پیدا میشه، 2 هفته وقت داری. 2 هفته؟ اگه با خریدارش بود که همین فردا میخواست. داداش قربونت برم، آخه تو رو خدا انصاف داشته باش، عجله‌ای که نمیشه. تو این دور زمانه اسباب کشی کردن که آسون نیست. آخه به منم حق بده، این فرصت خوبیه. من دیگه نمیتونم با این قیمت مشتری پیدا کنم. خب دیگه من برم، شب بخیر.
چیه؟ اونا دیگه چیه دور خودت جمع کردی؟ ای چندش. بعضی جاهاشون سالمه. آره بعضی جاهای سالمه. 1000 متر پارچه است. واسه هممون یه دست لباس مجلسی در میاد. اونم واسه عروسی دخترت. چرا اینجوری میگی ماما؟ نزن تو ذوقمون. کاشکی یه گل بودم تو این دنیا. نه دردی نه غمی. همون آب و خورشید کافیه. ای خدایی که به این زیباییات جون دادی. بود و نبود و نبود و بود میکنی. تو آگاهی. بنده تو تنها نمیذاری. بنده حقیر تو. اونی که ازش وانتو گرفته بودم زنگ زده بود. وقتی شنیده وانت سوخته هول شده. میخواسته بدونه پول قسطشو به موقع میدم یا نه. الانم که اینه بیچاره نمیدونم چیکار. از قدیم گفتن تا محتاج نشی ناجی نمیاد سراغت. تو این استانبول بزرگ خیلی هم محتاجن. ناجی به کدوممون برسه. وقت نمیکنه که. تازه پول برای اسباب کشی هم میخواد. یادت دیشب گفتم به مدام زنگ میزنم واسه مرخصی؟ همین که میخواست تلفنو بذاره ازش خواهش کردم که اگه بشه یکم ازش پول بگیرم قرضی. گفت یکم صبر کن برم یه نگاه به کیف پولم بندازم. بالاخره پول میده؟ دیگه خبری ازش نشد. بیا اینم جواب خوبیه. این همه رفتی خونهشون کلفتی چی شد؟ صبر کن حالا زود قضاوت نکن. شاید بعد موقع بوده. دوباره زنگ میزن. دیگه زنگ نزن. پیرزن وقتی شنیده قضیه پوله عمدی جوابتو نداده. ترسیده. انشالله که همینطوره. یه وقت اتفاقی نیفته براش. نه بابا چه اتفاقی؟ ازش پول نخوای سر ما رو گنده میمونه. کاش برم با مژده حرف نه این کارو نکن. چرا نکنم آخه؟ الان به کمکشون احتیاج داریم. باید کمکمون کنن. خانواده یعنی همین دیگه. من از بچه‌ام پول نمیگیرم فهمیدی؟ من میگیرم. بعداً پسشون میدیم دیگه. بذار یکم راه بیفتیم. خودت میبینی بچه ها چطور کمکمون میکنن.